یکی از قصه های جالبه که اما برادر عزیز ما که موحد ما که الحمدلله به یک برادر موحد و داعی مبدل شدن، تخلص خدا تا داعی مانده. همین میگه یکی از قصه های فالبینی خدا روز برام کرد و رو ثبت کردیم، 2 برنامه دیگه هم که ثبت کردیم که باش مردم خوب بفهمن. میگه یک فامیل بودن، هم پدرشان پیش میامد هم دخترایش پیش میامد. باز برای پدرش تعویض میدادم، گفتیم این تعویض بگی که دخترای سر تو چیز نکنه، دیگه اعضای فامیل ببری این در زیر قرآن شریف بان. بازی پدرش همین تعویض مرا با اون ساختمان تاش میبردم زیر تعویض من. باز من میفهمم که این دخترایش آمد، او پدرش پت از دخترا میامد، دخترا پت از پدر میامد. من میفهمیدم که این دختر عزیز فلان. باز من چی میکردم برای دخترش میگفتم که پدر شما یک تعویض کرده در زیر قرآن شریف در خانه تان. از پدرش پرسیدم میگم این قرآن شریف شما در کجا میمونین؟ و میگفتن ما در فلان جا قرآن شریف ماندیم. باز در زیر از چی است قرآن شریف تان چند تا پوش داره؟ صاحب 5 6 تا پوش داره. در این پوش ششمی یا پنجمیش بریم امیر قرآن. باز دختراش که میامد باز برش میگفتم که بریم تعویضی که سر شما شده در پوش پنجمی در زیر قرآن شریف همین پوش است. بازی دخترها که میرفتن اوه این عالم الغیب که حتی از خانه ما از تعویض ما در زیر زیر قرآن شریف بازی رو سر میگرفتن. خب باز دیگر از پدرش میگه دخترها رو میگفتم با می خیال ما چی کنیم؟ میگفتم شما برین پدرتون براتون یک تعویض میدم برین غمش بخورین. چی کنیم؟ نمی زیر توش بالش تزی نمی زیر بالش تزی صاحب چخ کنیم. باز پدر از که میگه صاحب ما وضعیتم خراب است. باز برای زوام یک میگه تو مرا که روی تالیت سعی کنم که تو بسیار آدم چیز هستی و دلتنگ هستی و چطور هستی چه هستی. باز میگه که صاحب ایناله ما پرام تعویض کردم. مرا چطور تعویض کردن؟ بکشم تعویض تا برو امین زیر بالش تا چیز تو سهل کو در پشت چندم چیز فلانی در زیر بالش تو صاحب اینمی تعویض است. این صاحب مردکه که میرفت این صاحب سوار از پدرش هم عقیده میکرد که این صاحب ای فالبین صاحب چی است؟ عالم الغیب است. این حال با اینمی عقیده پدرم کافر شد و پیسر هم آوردن صاحب برای فالبین دیدن. فالبین هم صاحب خوب ساعت خدا تیده. این حال الله بر ازمی فالبین، الله بر اینمی انسان که در جای سید جلال آقا در پشت در کارت پروان در پشت مکتب رابیا اونجا خوب آدرس هم داشت و 19,000 تقریبا 400 گفت یا 600 نفر چیز هم داشت. این صاحب الله را هدایت میکنه چون بیچاره نمیفهمید، فکر میکرد این کارهایی که من میگم کارهای خوبه. وقتی که این صاحب سیدیای اسلامی را شنید، ببینید سیدیای اسلامی را اکثرا فالبینا و جادوگرا و یگان تا که در شرک مبتلا هستن یا چرا میگم سیدیای استاد دایره نشنوین، سیدیای مولوی عابده نشنوین، سیدیای مولوی متوکل نشنوین، سیدیای مولوی مصطفی را نشنوین. هی سیدیای کی را بشنویم؟ برین سیدیای گلزمان را بشنوین، برین سراهنگ را بشنوین، برین از گوگوش را بشنوین که سخی شیر خدا دردم دوا کرد، مناجات مرا پیش خدا کرد. یعنی سخی شیر خدا درد مرا دوا کرد در حالی که درد انسان الله دوا میکنه و مناجات مرا امو که پیش مشرکین میرفتن پیش دی بود چرا میریم؟ افلا یقربونا الی الله. این مناجات مرا من خودم که با خدا مناجات کرده نمیتونم. یا العیاذ بالله خداوند مهربان نیست که گپ ما بیچاره را بشنوه. باز من رفتم در سخی جان بازی مناجات مرا این بازی ها باز برای مردمه که از سیدیای صدایی کردن برو گوگوش بشنو، برو گل زمانه بشنو، برو استاد سراهنگ بشنو، برو ایره بشنو. استاد رحیم بخش الهی زلیخا عزیزت بمیرد که یوسف به تخت تجمل نشین. آیا یوسف علیه السلام یک مرد پاک با دیانت سر یک زلیخایی که با نص قرآن زناکار بودنش ثابته؟ آیا یوسف که قدر پاک بود و الله او را حفظ کرد او باز عاشق امت یک زن فاسق و فاجر زناکار میشه؟ و آیت قرآن میگه که الطیبات للطیبین، دخترهای پاک نصیب پسرهای پاک میشن. الخبیثات للخبیثین، دخترای زنای خبیث نصیب مردهای خبیث میشن. به هر صورت میم سرازی که گپ سرازی هست که جهل است که صفات خالقه
برای مخلوق میگه. جهل است و جهل سبب کفر